سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و در بهترین وضعیت ذهنی خودتون برای گوش دادن به این فایل قرار داشته باشین. امروز میخوایم نوتبوک LM رو با هم دیگه کار بکنیم. یه هوش مصنوعی کاربردی برای تولید محتوا هستش. خب میایید اینجا مینویسین توی گوگل مینویسین نوتبوک LM. اگر فیلتر شکنتون روشن باشه براتون نوتبوک lm.google.com خیلی راحت بالا میاد. خب من اینجا کرییت نیو میزنم که یعنی یک پروژه جدید میخوام ایجاد بکنم. اساس نوتبوک LM اینه که شما خودتون بهش یه سورسی بدین. این سورسی که شما بهش میدین میتونه از جنس چیزای مختلفی باشه. میتونه یک وبسایت باشه، میتونه یک متنی که کپی بکنین باشه و بیارین توش. یکیش میتونه فایل باشه که این فایل رو ببینین، باز هر فایلی که بخواین میتونین اینجا وارد بکنین و براش فرقی نمیکنه که شما چه جور سورسی رو بهش میدین. میایم و از توی سیستمتون انتخاب میکنین، میتونه فایل PDF باشه، عکس باشه، هر چیزی باشه و اونو بهش میدین. اینجا تمام اون سورس هایی که شما بهش میدین میاد و وارد میشه. مثلا اگر من بخوام چند تا سورس وارد بکنم اینجا، مثلا فرمت ژورنال کسب و کار رو اینجا وارد میکنم، 2 تا فصل اول کتابم هم مثلا وارد میکنم. دیگه میتونم این فایلم وارد بکنم، هر چیزی که خودتون انتخاب کنید. بعد اینو میزنین اینجا میاد و وارد میشه. ببینین یه زمانی طول میکشه تا این انجام بشه. تیک اینجوری میخوره و میاد جزو سورسای شما. وقتی که این میاد داخل سورسای شما، این آپشنا فعال میشه. بر اساس این دیتا هایی که شما بهش میدین میتونین هر کاری که دوست داشته باشین رو باهاش انجام بدین. حالا بهتون آپشناشو توضیح میدم. ببینید اومد این 3 تا فایلی که من بهش دادم و یه آنالیز اینجا انجام داد و یه سری مطالب رو نوشت که اگر که بخوام میتونه این سوالایی که پیشنهاد داده رو میتونه بزنه و در موردش برام بیاد و بر اساس این دیتا هایی که بهش میدم آنالیز انجام میده و به هم جواب میده. یکی از قابلیتاش این قسمت هستش. ببینید اومد بر اساس این فایل قشنگ اینو برام تحلیل کرد، باز کرد و به این سوال جواب داد. سوال رو هم خودش پیشنهاد داد. باز من میتونم باهاش به چت کردن ادامه بدم. اینجا شما میتونین تعداد زیادی فایل رو اد بکنین یا حتی سایت اضافه کنین. ببینید اینجا اد سورس داره. فکر میکنم حتی تا 100 تا هم شاید رایگان بتونین سورس بهش اضافه کنین. حالا سورس ها رو که اضافه میکنین میتونین با این علامت تیک مشخص کنین که کدوما رو در نظر بگیره تو اون کاری که شما میخواین انجام بدین، خروجی که میخواین ازش بگیرین. آیا همه این سورس ها رو در نظر بگیره که همش رو تیک میزنین؟ اگه دوست دارین فقط بر اساس مثلا یکی دوتاش کار بکنه میاین و یکشو علامت میزنین. حالا کارهایی که میتونین انجام بدین، ببینید من این مواردی که اینجا الان اد کردم یه 3 تا فایلی که هم به هم مرتبطه هم خیلی به هم مرتبط نیست. 2 تا فصل اول کتابم در مورد انتخاب شغله. این فرمت آبان ژورنال کسب و کاره و اونم که برای کسب و کارهای آنلاین یک PDF هستش که فکر میکنم تمرین محور بوده. حالا بر اساس اینجا من یه سری آپشن ها دارم که میتونم ازش استفاده کنم برای تولید محتوا. مثلا آیدیو اوورویو میاد برای شما یک وایسی رو درست میکنه که یه وایس تحلیلیه بر اساس این سورس هایی که شما بهش دادین. همینطور میتونین اینجا سایت اضافه کنین، مثلا www.journalingtips.com. من اینم اضافه کنم تا اونو داره جنریت میکنه. اینم اومد به سورس های ما انگار اضافه شد. خب داره انجام میده. اینجا یه خورده باید صبرم داشته باشین دیگه تا این وایس رو جنریت میکنه. میتونین یه سری کارهای دیگه اگه دارین برین انجام بدین و بیاین، چون یه زمانی رو از شما میگیره. مایند مپ میتونین ترسیم کنین. حالا خروجیاشو که بهتون نشون بدم متوجه میشین که خیلی خروجی‌های جالبی میتونه تولید بکنه. الان مایند مپ رو درست کرد. ببینین مسیر برد شغلی. حالا اینا رو اگر نگاه کنین اومد برای ما یه مایند مپ بر اساس این سورس هایی که بهش دادیم درست کرد که
اگه نگاه کنون خیلی هم اتفاقا خوب بازش کرده اینجوری. خب حالا اگه بخوام ریزشم که ببینیم محتواش آیا به درد بخور هست یا نه، محتواش واقعا به درد بخوره. ببینین استراتژی ها رو گفته، بعد اومده توی ژورنال کسب و کار رو باز کرده که بر اساس اون 3 تا سورسی که من بهش دادم اومده اینا رو باز کرده. خب حالا اگر بخواین اینو خروجی بگیرین، اینو به صورت عکس میتونین خروجی بگیرین، اینطوری به صورت عکس گرفت. حتی میتونین از این به طریقی خروجی برای نرم افزار ایکس مایند بگیرین که الان بهتون میتونم نشون بدم که چطوری این کار رو انجام بدین. ببینید اینجا اگر که نگاه بکنین، اینجا اینو اگر نگاه کنین، من یه دونه نوتبوک LM اکستنشن نوتبوک LM دارم اینجا که میتونم ازش استفاده کنم. این خروجی که دوست دارم رو بگیرم، با فرمتی که دوست دارم میتونم اینجا خروجی بگیرم. یه دونه دیگه هم دارم که باز اون اکسپورت مایند مپه. اول دیتکت مایند مپ رو بزنم. خب حالا ببینید خروجی های مختلفی رو میتونم ازش بگیرم. OPLM اگر بگیرین خیلی راحت میتونین بعداً بیارینش تو نرم افزار ایکس مایندتون اینجوری. پس خروجی های مختلف ازش میگیرین که قابل ادیت هم باشه. خب این از این قسمتش. ببینیم وایس رو جنریت کرده یا نه. خب این از این. حالا اگر که بخواین باهاش ویدیو درست کنین، این هم همینطوره ویدیو درست میکنه. تا این انجام بشه سری کارا انجام بدیم. فلش کارت میتونه درست کنه. ببینید هنوز داره ریسرچ میکنه، به خاطر اینکه یه مقدار نت الان اوضاعش خوب نیست، بیشتر هم داره طولش میده، ولی در کل یه صبری رو لازم داره برای اینکه جنریتاتون انجام بشه، چون که به هر حال ما داریم با فیلتر شکن از این استفاده میکنیم و یه زمانی رو میبره. اینفوگرافیک میتونه درست کنه که الان فلش کارد رو ایجاد کرده. ببینید فلش کارد رو اومد براتون سوال طراحی کرد، 50 تا کارت درست کرد. برای اینکه یه فایل رو تمرین محور بهش نگاه کنین میتونین از این استفاده کنین. تکنیک فکر کردن به 80 سالگی چه کمکی به انتخاب استراتژی محاصره در کشف رسالت به چه معنی؟ چرا در دنیای امروز صرفاً محصول داشتن برای موفقیت شغلی کافی نیست؟ مفهوم ایکیگای چیست؟ تفاوت مأموریت و افق در چشم‌انداز کسب و کار و چشم‌انداز در نوشتن چشم‌انداز کسب و کار باید بر چه چیزی تمرکز کرد؟ بر اساس فایلی که بهش دادیم اومد فلش کارت برامون درست کرد. خب این از این. ببینید اینا رو داره هنوز انجام میده و طول کشیده. خب باید صبر کنیم تا این انجام بشه. من یه ویدیو رو پاز میکنم، ولی بدونین که ما یه صبری رو لازم داریم برای اینکه اینو بتونه انجام بده. خب ببینید تا اینجا الان وایس رو درستش کرد. من براتون پلی خیلی خوش اومدید. که ببینید امروز میخوایم بریم سراغ یه سری منابعی که شما برامون فرستادید. منابعی که همشون جالبه، حول یه محور خیلی مهم میچرخن. دقیقاً. سوال اصلی اینه که چطور میشه یه مسیر شغلی پیدا کرد که خب فقط یه شغل نباشه، یه چیزی بیشتر باشه. یه جور رسالت شخصی. آفرین، دقیقاً همین کلمه. و منابعمونم یه کتابه به اسم مسیر برد شغلی از خانم فاطمه ملکپور و چند تا جزوه کارگاهی که انگار اون جزوه ها بخش عملیاتی کتاب هستن. درسته. پس هدف امروزمون اینه که این مفهوم رسالت رو با هم کالبد شکافی کنیم. ببینیم اصلا از کجا میاد و چطور میشه تبدیلش کرد به یه شغل واقعی و درآمدزا. دقیقاً، یعنی میخوایم از حرفای کلیشه‌ای و قشنگ فاصله بگیریم و ببینیم
خب ببینید بعضی از کلمات رو مثلا مثل کلیشه‌ای رو اشتباه یا جزوه رو اشتباه تلفظ میکنه، اما در کل اینقدر مفاهیم رو خوب بیان میکنه و خوب تحلیل میکنه که به نظرم این اشتباههای کوچیک رو میشه واقعا نادیده گرفت و حتی منتشر کرد فایلو. بنابراین شما به اون به اون چیزای کوچیکی که توش ایراد کار میبینین زیاد گیر ندین به نظرم و ازش استفاده کنین. الان 15 دقیقه وایس برای من جنریت کرده که اومده این فایلایی که بهش دادم رو تحلیل کرده. خب این از قسمت وایس درست کردنش که خیلی میبینین جالبه، 15 دقیقه است، کم نیست و میشه شخصی سازی ترش هم کرد. حالا برای اینکه شخصی سازی ترش بکنین اینجا این علامت رو میزنین و میان اینجا توضیحاتی که میخواین شخصی سازی کنه میدین. مثلا اول این فایل بگو که این پادکست در آکادمی ژورنالینگ طراحی شده. اینو در نظر میگیره دیگه. ببینید اینو در نظر میگیره. این جنریت اینجوری میزنیم شروع میکنه یه دونه جدید جنریت کردن. حالا خروجیشو بعد میتونیم ببینیم. بحث ویدیو درست کردنش هم همینطوره. هر چیزی که تولید میکنه رو میتونین اینجا راحت سیوش کنین. الان این ویدیو رو برای ما درست شده تا حالا حس کنید شغلتون فقط یه سری کارهای تکراریه و اصلاً اون چیزی نیست که باید باشه؟ امروز میخوایم با هم یه سفری رو شروع کنیم برای پیدا کردن مسیری که هم برای حساب بانکیتون خوب باشه، هم برای روحتون. این جمله از منبع ما دقیقاً میزنه به قلب یه دغدغه خیلی بزرگ. اون حس از این شاخه به اون شاخه پریدن به امید اینکه یه رضایتی پیدا کنی که انگار هیچ وقت قرار نیست بیاد. خیلیامون این حس رو تجربه کردیم، نه؟ این سرگردونی، این حس گم شدن توی دنیای کار. ببینید این یه بنبست نیست، بیشتر بس شبیه یه اشتباه گفت ولی چهارراهه. اشکالی یه نداره. نقطه‌ای که بعد مجبورت بعدا توی میکنه ورژن‌های وایسی بعدیش اینو اصلاح بکنه. یه سری کلمات رو اشتباه تلفظ میکنه. و از خودت بپرسی مسیر واقعی من کجاست؟ خب اول از همه بیاید یکم عمیق‌تر شیم توی همین حس سرگردونی. اصلا این عدم رضایت شغلی ریشش کجاست؟ از کجا میاد؟ نکته جالبش اینجاست که این حس سردرگمی حتی با داشتن یه رزومه عالی، مثلا فرض کنید مدرک مهندسی از بهترین دانشگاه، بازم از بین نرفت. و این بزرگترین درسیه که میشه گرفت. اینکه شما همه تیک‌های موفقیت رو بزنین لزوماً به این معنی نیست که قلبتونم راضیه. و دقیقاً همینجا بود که اون لحظه معروف آهان اتفاق افتاد. چیزایی که فکر میکرد فقط سرگرمیه، مثلا کتاب خوندن، نوشتن، در واقع اینا قطب نمای درونیش بودن. همونایی که داشتن مسیر اصلی رو بهش نشون میدادن. خب پس تا اینجا از مشکل گفتیم. حالا بیاید بریم سراغ راه حل. ببینیم اصلا چطوری میتونیم این رسالت شخصی خودمون رو پیدا کنیم. خب همونطور که دیدین برام یه دونه فایل درست کرد که میتونم حتی به عنوان تبلیغ کتابم ازش استفاده کنم و به نظر خود منم حتی جالبه. من خودم دوست دارم این ویدیو رو تا آخر ببینم. یعنی احساس نمی کنم که داره یه سری حرفای تکراری و کلیشه‌ای میزنه. واقعا برام جالبه. یه اینفوگرافیک برامون درست کرده که فکر میکنم اینه. خب اینم نموداری که برامون به صورت اینفوگرافیک درست کرده بر اساس اون فایلایی که بهش دادیم. می‌بینین چقدر جالبه؟ این نمودار رو میتونم هم توی پست‌های اینستا ازش استفاده بکنم، هم میتونم از روش ارائه‌ای بدم و خیلی جالبه. اومده قسمت‌های مختلف و خیلی قشنگ اینجا بر من مسیر شغلی که توی کتاب مطرح کردم و به صورت نمودار کشیده و خیلی هم تمیزه. من خودم میتونم حتی از این استفاده بکنم و بذارمش توی پیج اینستا و کتابم رو از این طریق حتی معرفی کنم. حتی اگر عکس جلد کتاب رو من اینجا به عنوان منابع اضافه بکنم میاد و اون عکس رو میتونه جزوی از این فایل ها قرار بده و توی ویدیوش و توی نقشه راه ازش استفاده بکنه.
یعنی خیلی قشنگ میتونین باهاش کار کنین و کلی محتوا درست بکنین. حالا فرقی نمیکنه که شما کسب و کارتون چی باشه، اون یه سری منابع بهش میدین، سایتتون رو میتونین بهش معرفی بکنین، میتونین عکسای محصولاتتون رو بهش معرفی کنین و ازش بخواین که براتون محتوا درست بکنه. از هر کدوم از این قابلیت هایی که داره میتونین استفاده کنین. مثلا اسلاید دکشو میتونین استفاده کنین و براتون فکر میکنم اسلاید درست بکنم. من خودم بار اولمه که الان این اسلاید دک رو دارم میزنم. اینجوری اگر که صبرم داشته باشین و باهاش یه ذره ور برین، حتی چیزای جالبتری که من بهتون نگفتم و شاید بتونین توی این نوتبوک الان پیدا کنین و روز به روزم احتمالاً آپدیت میشه. این نسخه‌ای که من الان دارم استفاده میکنم نسخه کاملا رایگانشه. اینم دلیل اینکه نتونست سایت رو به عنوان منبع پیدا کنین که آدرس رو براش اشتباه زدم. الان دوباره یه دونه سورس دیگه اضافه کنیم. اینو اگه بتونیم، چون .com نیستیم ما .ir. خب اینو ریمووش کنم. خب دیگه این بنده خدا داره هنوز دنبالمون میگرده. سایت رو اشتباه بهش دادم، به خاطر همین داره دنبالش میگرده، نمیتونه پیدا کنه. پس اینطوری میتونین با استفاده از نوتبوک LM محتواهای خوبی بسازین. خوبی این هوش مصنوعی از نظر خود من اینه که نمیره خودش بگرده و اینترنت دیتا پیدا کنه. از دیتاهایی که شما بهش میدین و چارچوب مشخصی داره میاد استفاده میکنه و براتون محتوا درست میکنه و خیلی خوبه دیگه. ریپورت هم داره، یعنی گزارش میتونین ازش بگیرین. باش گزارش داریم. قسمت‌های مختلفی داره. اگر زبانش هم انگلیسی براتون سخته میتونین اینجا توی ستینگش output language و خودت زبانش هم فکر کنم اگر زبان گوگلتون فارسی باشه این خودش خود به خود فارسی میشه. سرچ میتونین بکنین زبانش رو هم فارسی کنین، ولی انگلیسی استفاده کنین که زبانتون خوب بشه بهتره. کل اینا رو میتونین فکر میکنم اگر کامپیوترتون یه سری تنظیمات انجام داده باشین که کرومتون فارسی باشه، اینم خود به خود فارسی میشه. از هر کدوم از قابلیتاش میتونین استفاده کنین و برای خودتون کلی محتوا درست بکنین و گاهی اوقات حتی به درد این میخوره که شما یه سری مطالب رو عمیق کنین. براتون انگار مثل یه ژورنال میتونه کار بکنه. یعنی شما یه سری فایلایی که میخونین، کتابایی که میخونین و میتونین ازش نقشه ذهنی در بیارین و از اون نقشه ذهنی استفاده بکنین برای اینکه اون کتاب رو وارد زندگیتون بکنین. کاربردهای مختلفی داره که باهاش اگر کار بکنین متوجه میشین که میتونه توی زندگیتون واقعا کمک بکنه.